فرشته من کیست؟ از نظر اختربینی هنگامی که به دنیا میایم یک فرشته تعیین میشه تا از ما محافظت کنه. فروردین، ساموئل، شهامت و قدرت. اردیبهشت، آنائل، ثبات مادی و معنوی. خرداد، رافائل، سلامت جسمی و روح. تیر، جبرئیل، تصمیمات درست. مرداد، میکائیل، صبر و رهبری. شهریور، رافائل، قدرت هوش و عمل. مهر، هانیل، ارتباط ما رو قوی میکنه. آبان، اسرائیل، شخصیت و عزم راسخ. آذر، ساموئل، عشق و آزادی. دی، کاسیل، مسئولیت و نظم. بهمن، یوریل، خوشنامی و نظم. و اسفند، اسرائیل، تعادل ما رو بیشتر میکنه. اگر این پست رو دوست داشتی اون رو لایک کن.